سلام به همه. میریم سراغ مهمترین های ورزشی امروز. سهیل احمد مغلزی مژزن مهاجر افغان در انگلستان حریف انگلستانی خود را ضربه فنی کرد. این 14مین پیروزی سهیل در رقابت‌های مژزنی حرفه‌ای بود که رقم خورد. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌بینید. سهیل احمد مغلزی مژزن حرفه‌ای مهاجر افغان مقیم انگلستان شب گذشته حریف خود دایلین دراپر را در خانه‌اش شکست داد. این رقابت که در سالن ورزشی یارک هال انگلستان برگزار شد، سهیل احمد توانست در راوند سوم حریفش را ضربه فنی کند و به 14مین پیروزی خود در رقابت‌های حرفه‌ای مژزنی انگلستان برسد. این مژزن حرفه‌ای مهاجر افغان تاکنون 15 بار به نام افغانستان وارد رنگ رقابت‌های حرفه‌ای مژزنی شده است که 14 بار توانسته به پیروزی برسد. تیم فوتبال ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان قهرمان رقابت‌های خزانی این ولایت شد. تیم فوتبال ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان قهرمان رقابت‌های خزانی این ولایت شد. در دیدار نهایی این بازی‌ها ولسوالی حضرت سلطان شهرداری این ولایت را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این رقابت‌ها با حضور 7 تیم از یک ماه به این سو راه‌اندازی شده بود. هفته 15 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری یک دیدار آغاز شد و امشب هم چند دیدار پیگیری می‌شود. هفته 15 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری یک دیدار آغاز شد. سلتا ویگو در خانه میزبان ریال والادولید بود که دو تیم در پایان 90 دقیقه با برابری بدون گل برابر هم رضایت دادند. در چند دیدار که امشب در ادامه این لیگ برگزار خواهد شد، ریال سوسیداد ایبار را در پیش دارد و والنسیا در خانه به مسافر ویاریال به میدان می‌رود. هفته 15 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری یک دیدار آغاز شد و امشب هم با چند دیدار دیگر پیگیری می‌شود. هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب با برگزاری چند دیدار آغاز می‌شود. در یکی از دیدارهای مهم، چلسی در خانه به مسافر وست هام یونایتد به میدان می‌رود و لیورپول در آنفیلد برایتون را در پیش دارد. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها تاکنون لیورپول با 37 امتیاز در صدر قرار دارد و لستر سیتی 29 امتیازی رده دوم را در اختیار دارد. پایان بسته ورزشی. زاویه را همچنان دنبال کنید.